خب بریم سربخت این که خب این راه رفتن که ایجاد کردیم میخورده نرمالش کنیم راه رفتنمونو. کنترل زد بزنم. بازم خب این راه رفتن خیلی حالا معمولی. خب من میخوام اگر با این راه رفتنه چی کار بکنم، بیام شروع کنم به حالا جلو عقب شدن و اینجور چیزا. وقتی من میخوام کاراکتر ما حرکت بدم دیگه با این کار دارم بچه. اوایلش هم که میخواد اسکیلش رو تغییر بدی هر چیز دیگه از حالت انیمیت خارج میکنید، با این کار داریم. اینو کوچیکترش میکنید، شیفت هم میگیرید. اوکی. میخوام بگم که اینو انتخاب میکنم، میگم از اینجا روی این خطه مثلا بیا توی صحنه مثلا خارج شو. اوکی. از صحنه خارج شو و بیا تا اینجا برو آخر کار. حالا میام اینجا انیمیت رو فعال میکنم، این رو یک کلید میزنم و میگم که از اینجا اگه بخواد بره آخر کار مثلا توی مثلا 5-6 تا قدم ممکنه این اتفاق بیفته. حالا پیشفرضی شیفتم میگیرم میارم جلو. خب میاد اینجا. حالا راه رفتن رو هم شیفت میگیرم، روی این حالت شیفت میگیرم اینجا انتخاب میکنم، کنترل سی رو آخرین فریم وی میزنم، کنترل وی میزنم که پیست بشه، دوباره رو آخرین فریم کنترل وی میزنم و رو آخرین فریم کنترل وی میزنم ببینم چجوری شد. اوکی شد به نظرم. اینم بزنیم ببینیم. خب فکر کنم اوکی دیگه. پس این راه رفتن به این شکل من میتونم مدیریتش کنم. فقط یه نکته ای داره بچه ها، نکنید پا نباید بسره. یعنی چی پا نباید بسره؟ میبینید پا تقریبا سر جای خودش همینجاست. مثلا نگاه کنید اینجا، کنترل زد، اینجا نگاه کنید پا مثلا توی نقطه سر جای خودشه، جابجا نمیشه تقریبا. ولی اگر این مثلا سرعتش کم باشه، خب نکن چه اتفاقی میفته، پای میسوره. یعنی مثلا داریم توی این نقطه پا بعد رو زمین باشه دیگه، ولی نکن میره جلو میاد عقب. یا اگر خیلی زیاد باشه بازم همینطور پا بازم میسوره. حالا من خیلی هم نمیتونم استفاده کنم، ولی نکن پا میسوره. حالا خیلی باید بیشترش کنم بازم که نتیجه‌ای که میخوام رو بگیرم. میبینید پا تقریبا سر جای خودش نمیمونه. مثلا اینجا رو نگاه کنید، این وسط پاست دیگه. انگار یه حالت سریدن داره. بعد این تعداد راه قدم زدن ها رو و مسیری که داره میره، مثلا شما میگید من از این نقطه که بخوام به صورت عادی برم به این نقطه مثلا 4-5 تا قدم زدن نیاز دارم. من مثلا 4 تا فکر کنم قدم زدن اضافه کردم. خب 4 تا قدم زدن بعد داشته باشم. حالا اگر تعداد قدمام کمتر یا بیشتر باشه سر خوردنه شکل میگیره. اگه دیدید سر خوردنه مثلا شکل گرفت، بیشترش کنید کمترش کنید تا اون مشکلتون حل بشه، نباید سر بخوره. اوکی. پس این قسمت راه رفتن. دیگه چجوری میتونم انجامش بدم؟ یه مدل دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. خب اینو پس داشته باشید. این یه حالتش. حالت دیگهش چیه؟ من بیام اینجا
کلش رو انتخاب میکنم. بذار یک کی فریم اینجا بزنم. کی فریم این یکی رو F7 با F7 کی فریم رو برمیدارم، اینم کی فریمش رو برمیدارم. حالا آخر کارم این کی فریم رو بردارم چیز میشه. خب بذارین که یه دونه کی فریم باشه همینجا باشه. خب میتونم بک‌گراند رو حرکت بدم. مثلا چجوری؟ یه دراوینگ میزنم، یه دراوینگ جدید. اوکی، مثلا یه درخت اینجاست. بچه من همینجوری میخوام سر دستی بزنم، شاید زشت بشه و اینها دیگه، حالا شما در نظرش نگیرید. میام فریم اولم، یه درخت. خب یه درخت میام اینجا و میکشم مثلا. حالا ببخشید دیگه میخوام با موس بکشم سریع، فقط ببینیم چی داره میشه. خب اینجا میام تو این قسمت F5 رو میزنم که تا آخرش بیاد. حالا این رو انیمیت میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینو میزنم میگم آخر کار تو برو عقب بیا اینجا. اوکی، کلنم یه دونه دیگه هم میخوام کپی کنم، کنترل C کنترل V اینجا باشه. چه اتفاقی افتاد؟ میبینی فقط چون باید بره زیر اون کار، زیر چیزه. بیام عقب. آها، باید بره پشت کاراکترم. حالا نکنید با هم دیگه. کاراکتر ثابته ولی بک‌گراند داره حرکت میکنه. اوکی، پس راه رفتن یا حرکت توی صحنه یا بک‌گراند تغییر میکنه یا کاراکتر خودش حرکت میکنه. و گفتیم هم حرکتمون حتما با این اتفاق میفته، حرکت کاراکتره، و یعنی بره عقب بره پایین بره جلو با اینه، و حرکت خود کاراکتر با این اتفاق میفته و روی این کی فریمای اصلی اونو میزنیم. پس به همین شکل میتونید هر صحنه‌ای که دلتون خواست کار کنید.